اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوغد غالبان آزمون‌های فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت. اینچنین آموزگارانی که شاگردانشان در دور نهایی آزمون‌های مذکور جای یکم را اشغال نمودند قدردانی نمود. ابراز گردید که سال هفتم است آزمون فروغ صبح دانای کتاب است با مقصد بلند برآوردن ذوق کتابخوانی و تقویت نیروی ذهنی میان اهالی کشور از جمله تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسات تعلیمی، دانشجویان و دیگر طبقه های اهالی کشور با دستگیری و پشتیبانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دایر می‌گردد. این ابتکاری فرهنگ پرورانه پیشوای ملت مردم را به کتابخوانی، کتابداری و کتاب دوستی وادار نموده است. نکته اصلی این است که در نتیجه هایی که در آزمون امسال پیش آمد نشان داد که واقعا دایره مطالعه داوطلبان اون آنانی که با کتاب پیوندانن خیلی افزوده است و در عموم از روی نتیجه هایی که در تمام دورهای آزمون معلوم شد بیش از مثلا 400,000 نفر تنها در سال گذشته اشتراک کردند که این بالاروی میزان مطالعه کتاب در جامعه ما رو نشان میدهد و من فکر میکنم که نتیجه های این آزمون در مثلا 5-10 سالهای آینده ما را بسیار خوشایند خواهد کرد. در همایش همزمان تاکید کرده شد که در برابر آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در تاجیکستان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار گردیده در کشف چهره‌های نو، نوآوران و اختراعکاران مساعدت می‌کند. در این روز از جانب اتفاق کسبه معارف ولایت سوغد 9 نفر استادان و آموزگاران مؤسسات تحصیلات عالی و میانه که در راهنمایی غالبان آزمون سهم گذاشتند و اینچنین 2 نفر اعضای حکمان آزمون که در دور جمهوری اشتراک نمودند با تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. همچنین 16 نفر آموزگاران و دانشجویان که در آزمون‌های ذکر گردیده اشتراک و جایهای نمایان را اشغال نمودند با تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. من طولی 4 سال است که در این آزمون بانفوذ اشتراک کرده سال جاری سزاوار مقام اول در نامیناتی ادبیات معاصر گشتم. این آزمون ها باعث گردید که دوره به دوره نسل نوی که محبت به وطن، ارزش‌گذاری به هویت ملی در محور شخصیتش قرار دارد به وجود آید. از جانب اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوغد برای آموزگارانی که در آزمون‌ها جایهای نمایان را اشغال نمودند راهخط به آسایشگاه‌ها جدا می‌گردد. این دستگیری به خاطر جلب بیشتر توجه کارمندان ساحه، خوانندگان و دانشجویان به آزمون‌ها معنیداد می‌گردد.